در حالی که شب 25 و 26 فوریه سال 2023 پهلوان تاجیک نورالله علیف در لاس وگاس امریکا در میدان در نخستین نبردش در UFC معتبرترین لیگ جهانی ورزش جنگ‌های بدون قاعده یا MMA رقیب برزیلیایش رافائل آلوس را شکست میداد. دزدان چیز و چوره او و اعضای تیمش را از توقیفگاه ماشین‌های مهمانخانه پلاستیشن در شهر لاس وگاس به غارت بردند. نشریه اسپانی که نخستین شده در این باره خبر داد نوشت که دزدان از جمله سندها، یک مقدار پول و وسیله‌های الکترونی، پلنشت و تلفن‌های نورالله و هم دسته‌هایش را به یغما بردند. نورالله و همراهانش بعد پیروزی بر رافائل آلوس برای گرفتن ماشینشان به پارکوفکا آمده دیدند که دزدان ماشینشان را کاملا خالی کردند. خود نورالله گفته است که از تمام چیز و چاره‌اش تنها سر لباسی که در تن داشت باقی مانده است و خلاص. و از رهبران UFC اظهار سپاس کرد که در این وضعیت مشکل به آنها کمک رسانیدند. بنا به گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، نورالله علیف و همراهانش از ماموریت مهمانخانه پلاستیشن خواستند تا ثبت ویدیو کامراهای نظارتی از جای غارت شدن ماشینشان را به آنها نشان دهند، ولی جواب رد گرفتند. حالا پلیس لاس وگاس در رابطه با این قضیه دزدی تحقیقات پیش میبرد و به جمع‌آوری دلیل‌ها مشغول بوده است. پلیس بعد چند دورتر از مهمانخانه ماشینی را پیدا کرده است که باور می‌رود از سوی دزدان استفاده می‌شد، ولی متاسفانه از داخل آن چیز و چاره نورالله علیف و هم دستایش را پیدا نکردند. نورالله علیف 23 سال دارد و برای شباهت قیافه‌اش به پهلوان مشهور داغستانی او را دوگانه که حبیب نیز مینامند. نخستین ورزشگر از تاجیکستان است که با UFC قرارداد بست و نخستین نبردش را در این معتبرترین لیگ جهانی جنگ‌های بدون قاعده برگزار کرد. نورالله شب 25 و 26 فوریه رافائل آلوس را با قرار یکدلانه داوران شکست داد.